قدر این نعمت خدایی را که بین همه شما آشتی انداخت و ائتلاف انداخت و این از نعم بزرگی است که خدای تبارک و تعالی در قرآن به طور منت بر مسلمین می‌فرماید که شماها که با هم مختلف بودید مؤتلفتون کردیم. این از نعمت‌های بزرگ الهی است که در یک مجمعی تمام قشرهای مختلفی که پیشتر هیچ با هم ارتباط نداشتند همه مجتمعند و همه یک فریاد دارند و همه یک ندا می‌کنند و همه اسلام را می‌خواند. این روزهای بزرگ را بزرگ بشمارید و اربعینها را، عاشوراها را و امثال اینها را بزرگ بشمارید.